سلام، خبرهای روز را از رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. مقامات تاجیکستان میگویند که برای حل مشکل پرتاب‌های معیشتی با یک شرکت چینی گفتگو کردند. وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب گزارش داده است که وزیر دلیر جمعه و رئیس کمیته حفظ محیط زیست بهادر شیرالی زاده با رهبران شرکت چینی وانگنین انویرانمنت بر خط آنلاین گپ زدند. در این واقعه مسئله بنیادی کارخانه کارکرد پرتاب‌های سخت معیشتی در شهر دوشنبه و استحصال نیروی برق توسط سوزاندن پرتاب‌ها بررسی شده است. در خبرنامه رسمی گفته نشده است که مقامات با این شرکت چینی به چه توافق رسیدند. طبق گزارش‌های رسمی در تاجیکستان خدمات کشاندن پرتاب‌ها اساساً در شهرهای بزرگ عمل می‌کند. مسئله پرتاب‌ها بارها نگرانی حامیان حفظ محیط زیست و ساکنان را به میان آورده بود. مقامات سال 2024 جزا را برای انداختن پرتاب در جای‌های منع شده سخت‌تر کردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید که در پی به دریای ورزاب سرازیر شدن نقلیات یک نفر غرق شده، دو کس دیگر نجات یافتند. حادثه صبح بر وقت 10 آگوست در حدود جماعت ورزاب قلعه رخ داده است. عارف ناظمی از سخنگوی کمیته به رادیوی آزادی گفت شیراز بابا ساکن ناحیه باباجان غفورov هنگام حرکت از سمت خوجند به دوشنبه از کنار راه بیرون برآمده به دریای ورزاب سرازیر شده است. در داخل ماشین به غیر از راننده دو مسافر دیگر بوده است. سخنگوی کمیته افزود که راننده و یک مسافر 18 ساله از داخل ماشین بیرون برآمده، اما مسافر سوم که زن 42 ساله بوده است غرق شد. مقامات میگویند که جستجوی پیکر یا جسد این زن ادامه دارد. هر تابستان در رودخانه و کوههای تاجیکستان 10 نفر غرق میشوند. بارسان یا کوریرها از آسیای مرکزی شکایت دارند که پس از ترکش در طرفخانه در مسکو، پلیس روسیه تفتیش را سخت‌تر و کار آنها را دشوارتر کرده است. روز 1 آگوست در طرفخانه بالزیروسی ترکش رخ داد. در این حادثه 5 کس جان باخته و 21 تن دیگر زخمی شدند. پلیس روسیه میگوید که مواد ترکنده را یک زن بارسان به طرفخانه آورده بود. چند بارسان به بخش آسیای مرکزی رادیوی آزادی گفتند بعد این حادثه پلیس ماشین یا دوچرخه آنها را منع کرده حجت و بارشان را تفتیش میکند. مقامات روسیه درباره پرزور شدن نظارت به کار بارسان‌ها چیزی نگفتند. مقامات تفتیشاتی این کشور تنها گفتند که زن بارسانی که مواد ترکنده را به طرفخانه آورد شاید چه بودن با را نمیدانست. بارسان یک از کارهای اساسی برای مهاجران از آسیای مرکزی از جمله مهاجران تاجیک در روسیه گفته می شود. پیشتر در بعضی از منطقه‌های روسیه این کار را برای مهاجران منع کردند.